برای چی اومدی رئیس جمهور بشی؟ به خاطر اینکه میخوام دنیا رو در سال صفا بکنم. چی شد که اصلا به این فکر افتادین که میتونی رئیس جمهور؟ ما پدر دو تا شهید جوان 18 ساله اینجا نوشته. من خودم فیشتی کردم، اینطور فیشتی کردم آمدم اینجا برای ثبت نام. من تنها رقیب من سردار قالیبافه، تا تمام قدرت تا خون ریم هست با سردار قالیباف به مبارزه میستم. فکر می‌کنی رئیس جمهور چه ویژگی داشته باشه؟ یک رئیس جمهور در مرحله اول توحید داشته باشه، بعدم عدل. نبوت و امامت هم هست دیگه. احسنت. معاد روز قیامت. احسنت. سوادت چقدر؟ مدرک تحصیلی چیه؟ اول راهنمایی هستم. 9 کلاس سواد دارم. چند تا بچه داری؟ حدوداً 12 تا بچه دارم، 6 نفر دختر و 6 نفر پسر. بله؟ چرا حدوداً 12 نفر میشه. دقیقاً 12 نفر هستن. اگر رئیس جمهور بشی آقای خاتمی رو تو کابینت راه میدی؟ آقای خاتمی را من وزیر کشاورزی. وزیر کشاورزی. خب به آقای کروبی چه پستی میدی؟ آقای کروبی را وزیر آموزش پرورش. کروبی گفته راستی به مردم نفر 50 تومن میدم، من 52 تومن میدم. این میخواد شعار بده. کروبی میگه من 50 تومن میدم، من 52 تومن میدم. پسر بزرگ تو میخوای وزیر چی بکنی؟ من پسر بزرگم میخوام وزیر مسکن کنم. اگر رئیس جمهور شدی اولین کاری که میخوای بکنی چیکار میکنی؟ فساد اخلاقی که جوونا دامنگیری شده اینا رو همش نزدیک میکنن. چه جوری؟ یه تشکیلاتی به وجود میارن، مثلا یه بریگارد آهنین. ما گندم میکاریم، سیب زمینی میکاریم، سیب زمینی ها را نمیخرم، اصلا سیب زمینی را به بیرون انداختیم. راهکار اصلیت برای تعامل با کشورهای خارجی، برای رفع چالش‌های بین‌المللی